وظیفه 86 کیلوگرم شروع می‌شود. قهرمان جهانی به گوش انگلیس شکر محمدov نماینده تاجیکستان با یک تگی سفید با اشتراکی بازی‌های المپیک توکیو 2020 بکمرادوکیبویف از کشور ازبکستان رقابت را آغاز نمودند. پنج روز قبل هر دوی این پهلوانان در مسابقات بین المللی شهر خاروش در برابر یکدیگر هنرنمایی کرده بودند که آنجا با برتریت امتیازها شکر محمدov غالب گردیده بود. این البته موقعیت برای شکر محمدov انجام دادن فیلم رو حرکت کنند. ادامه آزمایی عبدالباقی پیدا کردن موفقیت کوشش دارد. خریداری از جانب میر محمدov امتیاز بدن تاجیکستانی نشان داده می‌شود. نزدیک می‌شوند. هر دو موقعیت خوب را اشغال کردند. شکر محمد از پس یگانه رقیب خوب داشته است. حرکت‌های آوتیبویف بیرونایی که از جانب آلتیبویف اجرا شده است داوران سنجیدن میبراید این حالت را. امتیازی پهلو است.
Ano man sila? Diba? ნაჭიწაი ოხირონი მოხდი. последний минут схватки. در برابر قهرمان جهان گشتیگیری شکر محمد محمدov الیمپیاد رو به دست می‌آورد و به مرحله نهایی می‌رود. در این بخوری الیمپیاد نصیب نماینده جمهوری ازبکستان Bekmurod Oltiboyev. And this contest winner representing Uzbekistan, Bekmurod Oltiboyev.